اگر کانال یوتیوب داری و یا کانال یوتیوب داری که در آن فعالیت میکنید و کانال یوتیوب داری که از آن کسب درآمد میکنید، اگر این 5 تا اشتباه را شما از این به بعد انجام بدهید، کانال یوتیوب شما درآمدزایی آن قطع میشه و به احتمال زیاد کانال یوتیوب شما که با درآمدزایی از یوتیوب نرسیده، احتمالاً کانال شما با درآمدزایی از یوتیوب نمیرسد. سلام بیننده های عزیز، در این ویدیو برای شما 5 اشتباه را میگم که از این به بعد اگر شما این 5 تا اشتباه را شما مرتکب شوید، دیگر کانال یوتیوب شما که در همون کانال شما فعالیت دارید و یا کانال دارین که با درآمدزایی از یوتیوب نرسیده و یا کانال دارین که کسب درآمد میگیرید، احتمال آن است که کانال یوتیوب شما درآمدزایی آن قطع شود یا با درآمدزایی از یوتیوب نرسید. خب بیننده های عزیز، بعد از 15 جولای 2025 که تمام آپدیت و تغییرات جدیدی که بالای یوتیوب اعمال شده، دیگر یوتیوب روی محتواهای تمرکز میکند که محتوایی باشد که با ارزش باشد، با کیفیت خود همون شخص ساخته باشد، یعنی محتوای اصیل و یا محتوای تکراری نباشد. اولین اشتباهی که از این بابت احتمال دارد که کانال هایی را رد کند، محتواهای تکراری است. یعنی محتوایی است که شما از اون محتوا تولید میکنید، در دیگر کانال ها هم همون محتوا است، مشابه از همون محتوا هست و شما هم میگیرید همون محتوا را در کانال یوتیوب خود پوشش میدهید و از اون محتوا شما کپی میکنید بدون از اینکه تغییرات کلی ایجاد کنید. اگر شما تغییرات هم بالای از ویدیو اعمال کرده باشید، احتمال رد شدن آن بسیار زیاد است. و دومین اشتباهی که شما انجام میدهید و یوتیوبرهای هستند که اشتباهات را انجام میدهند، استفاده از هوش مصنوعی است بدون از اینکه بالای از ویدیو و یا بالای از عکس و محتوای هوش مصنوعی امو شخص و یا امو انسان کار کرده باشد و امو محتوا را به صورت مستقیم همون محتوایی که در هوش مصنوعی میسازد بدون از اینکه علاقت بالای از اضافه کرده باشد در کانال یوتیوب خود از اون محتوا استفاده کند، احتمال رد شدن از این گونه محتوا هم بسیار در یوتیوب بالاست که میتواند کانال یوتیوب شما را دیمونتایز کنه و یا اگر شما میخواهید که به درآمدزایی از یوتیوب برسید، احتمال دارد کانال شما به درآمدزایی از یوتیوب نرسد. سومین اشتباهی که شما انجام میدهید اشتباهی است که در قسمت بعضی کانال ها هستند که کلیپ ها یا ویدیوها در کانال یوتیوب خود منتشر میکنه بدون از اینکه توضیحات و یا تایتل و یا about page در قسمت کانال خود داشته باشد و یا توضیحات مکمل در قسمت زیر از ویدیوها به صورت منظم نوشته کنه و یا تیتری کامل و یا یک سئو خوب داشته باشد. بدون از این ویدیوهای خود را آپلود میکند، در کلیپ های آپلود میکند که حتی تایتل و یا عنوان صحیح هم ندارد. شما هم اگر این کارها را انجام بدهید، احتمال رد شدن از این ویدیوها هم بالاست و این کانال ها هم با درآمدزایی از یوتیوب نمیرسد. چهارمین اشتباه آن ویدیوهای و یا کلیپ های هستند که بدون ارزش هستند، یعنی ویدیو و کلیپ منتشر میکنه بدون از اینکه توضیح و یا توضیح کامل روی از ویدیو شما داده باشید. ویدیو رو به صورت شما ویدیوهای خود را در یوتیوب منتشر میکنه و یا شما فقط ویدیوها را آپلود میکنید بدون از اینکه روی از ویدیو یک ارزش شما ایجاد کرده باشید و ویدیوها را به صورت تون و یا ویدیوهای زیاد آپلود میکنید بدون ارزش و تکراری، و این ویدیوها هم قطعا در درآمدزایی آن ختم میشود و اگر شما میخواهید با استفاده از همین ویدیوها درآمدزایی کنید، درآمدزایی آن احتمال با درآمد رسیدن آن بسیار زیاد است. و پنجمین اشتباه آن، خب در قسمت پنجمین اشتباه آن اشتباهی است که بعضی یوتیوبرها هستند و یا یوتیوبرهایی هستند که در ویدیوهای خود از موزیک و یا از موسیقی هایی که لایسنس معتبر نداره، یعنی لایسنس هایی دارند که اجازه حق و یا پخش نشر از اون موسیقی نیست، شما از اون ویدیوها رو میگیرید در کلیپ های خود استفاده میکنید بدون لایسنس مجاز آن. اگر شما اجازه نداشته باشید از اون ویدیوها از اون موزیک های استفاده کنید در کانال یوتیوب خود، این موزیک ها کپی رایت هستند و کانال یوتیوب شما با درآمدزایی از یوتیوب نمیرسد. و اگر کانال یوتیوب دارین که درآمدزایی میکنید، اگر از این موزیک های استفاده کنید بدون لایسنس معتبر، درآمدزایی شما قطع میشود. خب بیننده های عزیز، در این ویدیو برای شما 5 تا اشتباه را گفتم که بعد از آپدیت جدید یوتیوب که در 15 جولای 2025 اتفاق افتاد، از این به بعد از این 5 تا اشتباه اگر کانال های هستند که اشتباه را انجام میدهد، کانال آن یا با درآمدزایی از یوتیوب نمیرسد یا درآمدزایی آن قطع میشود. اولین اشتباهی که برای شما گفتم استفاده از محتوای تکراری یا ریوز کانتنت بود. دومین اشتباهی که استفاده از هوش مصنوعی یا استفاده از هوش مصنوعی بدون از اینکه شخص در اون ویدیو در اون محتوا یا در اون عکس خلاقیت از خود نشان داده باشد. و سومین اشتباهی که بعضی از یوتیوبرها هستند کلیپ های منتشر میکنند بدون توضیحات و بدون about پیجی که در کانال خود دارند و ویدیوهای بدون تیتر مناسب و بدون عنوان مناسب آپلود میکنند. و چهارمین اشتباه هستند که بعضی یوتیوبرها از محتواهای یا کلیپ های در کانال خود میماند بدون از ارزشی که بالای از ویدیو یک ارزش قائل شده باشند، فقط میخواین یک کلیپ منتشر کنند. این ویدیو هم با درآمدزایی از یوتیوب نمیرسد. و پنجمین اشتباهی که برای شما گفتم اشتباهی است که
بعض یوتیوبرها هستند که از موسیقی ها و یا از موزیک های بدون لایسنس معتبر از یوتیوب استفاده میکنند. یعنی از خود یوتیوب نیست، از دیگر سایت ها استفاده میکنند و این موسیقی ها هم در کانال یوتیوب شما روی از ویدیو های شما کپی رایت میگیره و کانال یوتیوب شما اگر میخواین درآمدزایی را فعال بکنید در قسمت درخواست درآمدزایی این کانال ها به احتمال زیاد رد میشد و اگر کسی که این اشتباهات را از این به بعد انجام بدهد به احتمال زیاد اگر درآمدزایی داشت درآمدزایی آن به احتمال زیاد دارد که درآمدزایی آن قطع شود یا کانال به درآمدزایی از یوتیوب نرسد. خب بیننده های عزیز، اگر خواستید که تمام نکات در قسمت یوتیوبر شدن و در قسمت از اینکه تولید محتوای حرفه‌ای برای یوتیوب کنید و بتوانید ویدیوهای یوتیوب خود را به صورت حرفه‌ای ادیت کنید، در پلیلیست کانال ما در این قسمت برای شما پلیلیست تا یوتیوبر شدن از 0 تا 100 شما میتونید با استفاده از این پلیلیست یوتیوبر شدن را یاد بگیرید و محتوا برای کانال یوتیوب خود بسازید و در پلیلیست کانال ما هم موجود است. شما میتونید با استفاده از کانال از پلیلیست میتونید که ویدیوهای یوتیوب خود را به صورت حرفه‌ای تدوین کنید اگر ویدیوهای شما پایین است و در این کانال 0 تا 100 از یک شما یک کانال یوتیوب بسازید از کسب درآمد و تولید محتوای حرفه‌ای برای یوتیوب و ادیت ویدیو یوتیوب 0 تا 100 یوتیوبر شدن در این کانال منتشر میشه و شما میتونید که در قسمت یوتیوبر شدن در یوتیوب و در قسمت تدوین ویدیو حرفه‌ای و در قسمت صداهای حرفه‌ای برای یوتیوب تمام موارد را در همین کانال برای شما پوشش میدم و شما هم میتونید کانال یوتیوب واید اسکیل را دنبال کنید. اگر تا حالا کانال ما سابسکرایب نکردید پس لطفا کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنید و اگر نظر و پیشنهاد داشتید در قسمت کامنت با ما بنویسید. تا ویدیوهای بعدی در خدمت شما بیننده های عزیز قرار خواهیم گرفت. خدا نگهدار.